سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. سلام و رحمت الله خواهرم. سوال اوید همین درس بود چرا مدثر با ذکر کردید که اهل کتاب گفتید استاد همین دور زمانی ما با آذیرا یهودی و نصارا اهل کتاب گفتن درست است یا نه؟ آره اهل کتاب هستن. اهل کتاب هستن لیکن اهل کتابی زمان پیامبر اینها فرق میکنن. از اهل کتاب فرق میکنن لیکن نامشون اهل کتاب است. آره بعضیشون هستن که عموما خود نصرانی ها هم چند فایزش هست میگن من هیچی به نه مسیح باور دارم نه به کتاب انجیل باور دارم. کافران مطلق و اتئیست ها هستن اما به هر حال مسیح و نصرانی باز هم اهل کتاب است. او از اون مشرک بت پرستی هندو مجوس فرق میکند. استاد بعد همین اهل کتاب گفتیم بعد در همین قرآن آمدگی که بعضی طعم‌هایی که همین گوشتی که ذبح میکنن اهل کتاب استعمالش برای مسلمان‌ها درست هستن. سوره مائده در حالی که همین نصارا و یهودی حتما ذبح کنن به طریق همین ذبحی که شرعی که ما میکنیم غیر از بسم الله درست است استعمالش. آنها خواهرگناره طریق ذبح یهود و نصرانی ها اگر موافق دینشان کنن از ما هیچ فرق نمی کند. آنها هم باید بسم الله گویند، آنها هم باید حلقوم حیوان رو برند. هیچ فرق نمی کند. از روی شریعت آنها گردن حیوان رو بریدن و بسم الله گفتن حتمی است. بسم مسیح هم نمیگویند، چیزی دیگر هم نمیگویند. ولی کجاست اون مسیحی ها الان؟ نه از اون مسیحی ها الان خبر است نه یهود. پیشتر هم گفتم الان یک زمانی هست که ما حتی به ذبیحه مسلمان ها شک می‌داشتیم. آره مسلمان هایی که الان در نمیدونم فابریکه و چیزی دیگر حیوان میکشند و مرغ میکشند، اهل کتاب یک طرف است، بعد دولت های مسلمانی دیگر شک پیدا میکردگی شده.